افتتاح این جشنواره بین المللی در صحن تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی صورت گرفت. هیئت اشتراکچیان فستیوال بین المللی تئاترهای کسبی نوروز را رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خیر مقدم گفته برگزاری این چورابینی را برای تحکیم مناسبات متقابلا سودمند فرهنگی میان کشورها مؤثر ارزیابی نمودند. امروز در تمام تاجیکستان نوروز فرهنگی اید دارد. فرهنگ قامتش را راست کرده ایستاده است. بینید که در بعد از فستیوال آزمون پرستو در تئاتر تاریخی به نام صدرالدین عینی عید نوروز شده می شود. فستیوال بین المللی تئاترهای کسبی نوروز با مقصد توسعه رابطه‌های فرهنگی، تبادل تجربه و در این زمینه تکمیل دادن مهارت و ملکه هنری، آگاهی یافتن از دستاوردهای ایجادی همدیگر و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد صنعت تئاتری دایر می شود. در فستیوال هیئت‌های تئاتری دولت‌های ارمنستان، آذربایجان، فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان، ایران و تاجیکستان اشتراک دارند. تشکر میکنم از هنرمندان تاجیکستان در رشته ادبیات نمایشی و تئاتر که این برنامه خیلی خوب رو دارن برگزار میکنن. میتونه باعث پیوند هرچی بیشتر اقوام بشه و در واقع اون صلح بین اقوام و ملت‌های مختلف رو تسریع بکنه. این حرکت‌های فرهنگی و هنری که در قالب موسیقی، نمایش، تئاتر، سینما و اصولاً هر کاری که به ربطی به فرهنگ و هنر داشته باشه در واقع به مقصد و سرانجام برسه. بعد از قسمت تنتنوی افتتاح فستیوال در تالار تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی اپرای رودکی شراف‌الدین سیف‌الدینوف پیشنهاد شد. این نمایش اولین بار سال 1976 روی صحنه آمده از جانب تماشابینان خوب قبول گردید. نمایش از طرف منقدان سزاوار بهای بلند گردیده تا امروز در صحنه تئاتر گذاشته می شود. در روزهای بعدی هنرمندان نمایش‌ها را در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی، تئاتر دولتی اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف منظور هواداران می‌گردانند.